آقای رئیس جمهور، ایرانیای عزیز، مسئلتون چرا ما با حدود 2600 سال تاریخ و تمدن به لحاظ اقتصادی و غیره اینجا هستیم، ولی امریکا با 270 سال تاریخ و عمر اینجا، یعنی این حالا مقایسهش نمیدونم چجوری باید به اصطلاح بشه. همینطور کشورهای پیشرفته دیگر مثل آلمان، کره، ژاپن، حتی کشورهای عربی مثل امارات، چطوریه که اونا پیشرفت میکنن ما پیشرفت نمیکنیم، در جا میذاریم؟ از خودتون سوال کنید اونا عاقل ترن یا ما عاقل تریم؟ من که میدانم، ولی شما دکترها، کارشناسا و همه اونایی که مثلا دست به آتش دارن بگوین قضیه چیست.